امیدوارم حالتون خوب باشه. من احمد هستم. 11 ساله که توی بازارهای مالی فعالیت میکنم. به دلایلی تصمیم گرفتم توی یوتیوب بیام و مطالبی خدمتتون ارائه بدم. دلیلش این هست که جدیداً میبینم خیلی از دوستانی که اطلاعات کمی دارن، چون این علم توی ایران به شدت نوپا هست و از قدیمی های بازار هم کسایی که خود من به شخص میشناسم فکر میکنم 10 نفر توی یوتیوب نیستن یا اینستا نیستن و این باعث میشه افرادی که تازه کارن و در واقع خودشون تجربه کافی ندارن بیان و اطلاعات غلط بذارن و بقیه رو واقعا به اشتباه بندازن و باعث ضرر دیگران بشن. به همین خاطر تصمیم گرفتم تا جایی که میتونم بیام اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذارم. امیدوارم بتونم این کار رو به خوبی انجام بدم. اولین ویدیوی منه و تصمیم دارم طبق تحقیقاتم و تحلیلایی که خودم دارم و با توجه به اتفاقاتی که میفته و ارزهایی که دنبال میکنم بیام و به شما 11 تا ارز رو معرفی کنم که توی حوزه هوش مصنوعی میتونن توی سبد خریدتون برای این بولران قرار بگیرن. دوستان عزیزم، قبل از هر چیزی باید بدونید که کار توی این بازار مستلزم این هست که شما بدونید استراتژیتون چی هست و چه کاری رو باید انجام بدید. پس در صورتی که توی این حوزه اصلا هیچ تجربه‌ای ندارید، حداقل باید مشاور مالی داشته باشید یا مشاوره بگیرید و بعد خرید بکنید، چون استراتژی خرید و فروش خیلی توی این بازار مهم هست. مطلب دوم این که این ویدیویی که الان دارم براتون ضبط میکنم برای خرید و فروش این ارز توی این بولران هست. یعنی شما قرار نیست این ارزی که خدمتون میگم، این ارزهایی که در واقع خدمتون الان معرفی میکنم رو مثلا 10 سال نگه دارید. ببینید یه مثال براتون زدم. ما اکسی اینفینیتی رو داشتیم که یک ارزی بود که شروع کرد به رشد از اینجا و یک رشد بسیار بسیار خوب رو تجربه کرد. اما شما اگه اینجا توی این نقطه یا حتی نقطه های پایین تر یا حتی اینجا نمی فروختین این ارز رو، همونقدر که رفت بالا همونقدر می اومد پایین و تا به امروز هم دیگه از جاش تکون نمیخورد و باعث میشد شما هیچ سودی نبرید از این بازار. پس این بازار در واقع باید شما در نظر بگیرید یه نقطه خرید داره، یه نقطه فروش داره و با توجه به استراتژی خودتون شما باید این نقاط رو پیدا کنید و خرید و فروش کنید. پس چیزهایی که توی این ویدیو خدمتتون میگم برای این بولران هست. یعنی شما در نهایت در دیرترین حالت 1 سال هم این ارز دستتون نخواهد بود. این رو در نظر بگیرید. ارز اولی که میخوام خدمتتون معرفی کنم نیر پروتکل هست. چیزایی که مشخصه رو نمیگم برای اینکه تایم ویدیو طولانی بشه. دیگه مثلا نمودار تمام ارزها رو شما میبینید، لازم نیست من بگم این نمودار قیمتیه. این ارز در واقع یکی از ارزهایی است که توی حوزه هوش مصنوعی داره کار میکنه. به نظر شخص خودم قیمتی که جذابه برای ورود به این ارز، حالا بسته به استراتژیتون، حدوداً $4 هست. مارکت کپ بالایی داره و میتونه یک ارز بسیار بسیار سیف و امن باشه، ارزی که ریسک در واقع زیادی نداره. یک ارزی هست در واقع که میتونیم بگیم برای این بولران با توجه به تحقیقات خود من میتونه بسیار گزینه مناسبی باشه که توی سبد خرید سیفتون باشه. یعنی ارزهایی که در واقع رشد قیمتی کمتری دارن نسبت به ارزهای با ریسک بالا، اما مطمئن‌تر میتونید بخرید از این جهت که قیمتشون پایین‌تر نیاد. قیمت هم که گفتم حدود $4 میتونه جذاب باشه. سیرکولیشن ساپلای و در واقع توتال ساپلای هم نزدیک به همه. از لحاظ آزادسازی توکن ما نگرانی رو نخواهیم داشت و ارزی هم هست که لایه 1 هست. از این لحاظ میتونم بگم که میتونید به عنوان یکی از ارزهایی که توی سبد خریدتون در واقع قرارش بدید مطمئن باشید. ارز بعدی آکاش هست که این ارز هم خب نسبت به نیر کوین مارکت کپ پایین‌تری داره. این ارز توی حوزه جی پی یو و سی پی یو کار میکنه و میتونم بگم ارزیه که میتونه توی سبد خریدتون باشه. در واقع 2 تا ارز دیگه هم هستن که شبیه آکاش هستن و میتونن به صورت جایگزین یا آلترناتیو توی سبد خریدتون جا داشته باشن. حالا باز تاکید میکنم اینها همه استراتژی داره. یعنی شما یه ارزی که مثلا ریسک بالایی داره یا ریسک متوسطی داره یا ریسک پایینی داره رو به یه اندازه نمیخری. اینا همه در واقع باید مشخص باشه توی استراتژی و پلن شما. ارزی که میتونم به عنوان جایگزینش معرفی بکنم، حالا جایگزین یا
آلترناتیو یا اینکه در کنار اون ارز این رو هم داشته باشید io.net هست که این ارز حالا محدوده به نظر من 1.5 تا $2 برای ورود میتونه مناسب باشه. فقط این ارز تازه اول راه هست، یعنی ارزهایی هستن، یکی این ارز IO و دیگری ارز ITH که ATH ببخشید، که این دوتا ارز خیلی چون شبیه هم هستن از لحاظ شرایط این دوتا رو با هم دارم مطرح میکنم. این دوتا ارز در واقع هر دوتاشون اول راه هستن. حالا ATH که این ارز ATH یکی از ارزهایی که خیلی در واقع ادعای زیادی دارن تیم سازندش و میگن ما در واقع یک از لحاظ امکانات، از لحاظ زیرساخت ما بزرگترین هستیم، اما جفتشون اول راهن و جفتشون ریسک آزادسازی توکن دارن که این میتونه رو قیمتشون تاثیر بذاره، اما میتونید بررسی بکنید این ارزها رو. ارز بعدی آیوز نتورک هست که این ارز فقط توی حوزه AI نیست، یعنی توی حوزه استریم و ذخیره سازی هم فعالیت میکنه، توی حوزه دیپین در واقع محسوب میشه. مارکت کپ کوچیکی داره و یه نکته فقط منفی که من توی این ارز میبینم این هست که ماکسیموم ساپلای نداره، یعنی حالا اینجا نمیخوام توضیح بدم اما نکته منفی حساب میشه. حالا اگر نمیدونید چیه میتونید در موردش تحقیق بکنید، چون نمیخوام این ویدیو از لحاظ تایمی طولانی بشه، چون خیلی از دوستان میدونن چیه و میتونه خسته کننده باشه براشون. ارز بعدی که خودم هم به شخصه بهش علاقه دارم انیوان هست که یه ارزی هست که در واقع میتونم بگم زیرساخت خیلی خوبی داره. این ارز توی حوزه تولید دستگاه‌هایی مثل یه سری دستگاه‌ها مثل مودم تولید میکنه. به نظر من آینده خوبی داره اما زمان بر هست، یعنی شاید تا همه بشناسنش و بیفته سر زبون‌ها در واقع یه مقداری بیشتر طول بکشه نسبت به بعضی از ارزهایی که شناخته شده هستن. ارز بعدی ارز پرایم هست که تقریبا میشه گفت دیگه این روزها خیلی در موردش صحبت میشه و این ارز توی حوزه AI و گیمینگ فعالیت میکنه، اما این ارز هم خطر آزادسازی توکن رو داره متاسفانه. مارکت کپش تقریبا میشه گفت کوچیک هست و به نظر خود من قیمتی که براش میتونه قیمت شیرین و خوبی باشه برای خریدش تو محدوده $5 هست. ارز پل یا پال ارزی هست که این ارز هم میتونه پتانسیل خیلی خوبی رو داشته باشه. تقریبا میتونم بگم که برای من مثل انیوان هست، یعنی ارزی که بهش علاقه دارم. به نظرم این ارز چون روی بستر اتریوم هست، این ارز ریسک داره، قابلیت افزایش حالا قیمت هم توی بولران من میگم شاید 5 تا 10 برابر داره، اما این ارز حالا به خاطر یه سری مسائل باید تحقیق کنید، باید واقعا در موردش تحقیق بکنید، چون همینجوری نباید برید بخرید. به خاطر یه سری از مسائل شاید نیاز هست که توی یه قیمتای پایین تری ما بخریمش، در موردش تحقیق بکنید. ارز بعدی GPU یا نود AI هست که این ارز بخوام اگه خیلی خلاصه، من سعی دارم این ویدیو رو تا جای ممکن خلاصه بگم، این ارز میتونم بهتون بگم شبیه آرندیاره و پتانسیل خوبی برای رشد داره. با توجه به مارکت کپی هم که داره، در واقع اگه روش خوب کار بشه به نظر من پتانسیل خیلی خیلی بالایی داره. ارز بعدی 0x0 هست که ارز ببخشید 0x0 هم یه ارزیه که میتونم بگم عملکرد خوبی داشته، یعنی از زمانی که به وجود اومده تا الان در واقع عملکرد خیلی خوبی داشته. من فکر میکنم نسبت به خیلی از رقباش کلا عملکرد بهتری داشته. یکی این ارز، یکی هم ارز دیسینک. ارز دیسینک هم دقیقاً اینجوریه، یعنی نسبت به رقبای خودش هم از لحاظ چارتی هم از لحاظ عملکردی عملکرد بهتری داشته. حالا دیسینک میتونم بهتون بگم که با توجه به مارکت کپی که داره میتونم این رو هم به عنوان یک ارزی که آینده خوبی رو میشه براش متصور شد بگم که در نظر بگیرید. اینو یادتون باشه بچه‌ها که همیشه هزاران اتفاق ممکنه تو مارکت بیفته که میتونم خیلی براتون مثال بزنم که ارزهایی که حتی خیلی خوب بودن یهو با یک اتفاق نابود شدن یا به شدت افت کردن.
اینو همیشه یادتون باشه، مارکت کریپتو هزاران تا دلیل هست و هزاران تا اتفاق هست که میتونه روش اثر بذاره. پس یادتون باشه اگر بخواید هر کاری بکنید، هر خرید و فروشی انجام بدید، نیاز دارید که استراتژی داشته باشید، نیاز دارید بدونید دارید چی کار میکنید. اینو بدونید که اگر بدون استراتژی و بدون اطلاعات هر کاری انجام بدید، احتمال ضررتون خیلی بیشتر هست تا فایدهتون. و این رو بهتون پیشنهاد میکنم، اصلا من به این دلیل اومدم تو یوتیوب. پس بهتون پیشنهاد میکنم اگر شما کسی هستید که اطلاعات کافی ندارید، حداقل یک مشاور مالی داشته باشید، کسی که توی این زمینه کاملا اطلاعات داشته باشه و بتونه توی این زمینه به شما کمک بکنه. یعنی الان من 11 تا ارز به شما معرفی کردم، معنیش این نیست که بپرید این ارزها رو برید همین الان بخرید. اینها رو باید شما بررسی بکنید با توجه، ببینید هر کسی یک استراتژی خاص مربوط به شخصیتش، مربوط به خودش داره، با توجه به میزان سرمایه‌اش، با توجه به مدت زمانی که میخواد اون پول رو در واقع سرمایه گذاری بکنه، با توجه به میزان ریسکی که میخواد تحمل بکنه و میتونه تحمل بکنه. اینها چیزهایی نیست که خیلی ساده شما بیایی بخری و بفروشی، باید خیلی چیزها در نظر گرفته بشه. پس در نظر داشته باشید که خواهشی که ازتون دارم دوستان عزیز، نذارید شما هم به قربانیان بازارهای دیجیتال تبدیل بشید. بذارید این بازار برای شما یک خاطره خوش حداقل رقم بزنه، بتونه تو زندگیتون کمکتون کنه، نه اینکه برعکس عمل کنه. و حداقل پس اینو یادتون باشه، حتی اگه حوصله ندارید برید دنبال یادگیری، حداقل از کسی مشاوره بخواید که اون این بازار رو میشناسه. تا ویدیوی